سلام، حالتون چطوره امروز؟ خوبید؟ من فرهادم و اینجا کانال سینما و زندگی است. شاید براتون سوال پیش بیاد که این کیسه شنها و این کیسه های آویزون چیه؟ این ویدیو در مورد کیسه شن زندگی ماست. راستی میدونید کیسه شن توی زندگی شما یعنی چی؟ میدونستی که توی زندگی کلی کیسه شن داری؟ و میخوام راجبش اینها توی این ویدیو صحبت بکنیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ داستان بالون و کیسه شن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش هم رو فعال بکن، چون کلی ویدیو جذاب راجب موضوعات مختلف زندگی دارم برات که تا الان بعید میدونم هیچ کسی راجب اینها با تو صحبت کرده باشه. خب بریم سراغ داستان بالون زندگی و کیسه شنهای اون. از نظر من زندگی مثل یک بالون میمونه. بالون رو دیدید؟ زمانی که میخواد بره به اوج و برسه به جایی که تصاویر و منظره های شگفت انگیز رو بشه از داخلش دید، از اون بالا باید سبک بشه تا بره به اون بالا برسه. بنابراین کلی کیسه شن بهش آویزونه که باید اونها رو انداخت تا این بالون از زمین کنده بشه و بره به جایی برسه که شما چیزهایی رو ببینید از دنیای پیرامون و لذتی رو ببرید که به هیچ عنوان نمیشه اون لذت رو روی زمین برد. توی زندگی همه ماها تعداد زیادی کیسه شن وجود داره که باید ما رو بندازیم و خبر بد اینه که ما به تعداد زیادی از این کیسه شن ها وابسته شدیم و وابستگی پیدا کردیم. تا این کیسه شن ها رو نبریم و نندازیم نمیتونیم سبک بشیم، نمیتونیم آزاد بشیم، نمیتونیم رها بشیم. من میخوام 10 دقیقه یک رو وقت بگذاری و کامل این ویدیو رو ببینی و با من باشی تا در مورد کیسه شنهای مختلف زندگیمون من بهت بگم و این ویدیو باعث میشه که زندگی تو بهتر بشه. و حالا من میخوام راجع به کیسه شنهای مختلفی که خودم بهش برخوردم و انداختم صحبت کنم، یا از کسایی که اطراف من هستن و از همین دوستا و نزدیکانم بهت بگم که میان و راجع به کیسه شنهاشون با من صحبت میکنم. خودم کیسه شنهایی رو توی این چند سال انداختم که آدم ها بودن، آدم های مسمومی که من فکر میکردم میتونم در کنارشون خوشبخت باشم، حال دلم خوب باشه، رشد بکنم و خیلی چیزها دیدم. و جالبه بهت بگم که من به خیلی از اون آدم ها خدمات مختلف میدادم، خدمات رایگان تو حوزه سینما و تخصص خودم، توی حوزه های مختلف اجتماعی براشون وقت میگذاشتم و خیلی چیزهایی. و بعد میدیدم اینها فقط دارن به من آسیب میزنن و در واقع لطمه میزنن. خیلی برام سخت بود حذف این آدم ها، به خاطر که تعدادشون بعضا 16 17 یا 20 سال باهاشون دوست بودم یا همکار بودم یا به هر حال روابط صمیمی داشتم. اما جالبه بگم که به هر حال تصمیم گرفتم که اونها رو از زندگی حذف کنم و این کار رو انجام دادم. از بلاک کردن و در واقع مسدود کردنشون برای راه‌های ارتباطی از فضاهای مجازی گرفته تا خیلی کار کردم. توی این 2 سال اخیر میتونم به جرئت بگم من بالای 80% از آدم‌های زندگی رو حذف کردم. اون آدم‌ها همین کیسه شن‌های سنگینی هستن و پر از آسیب و عفونتی هستن که زندگی ما رو فلج کردن و ما رو زمینگیر کردن. یکی دیگه از کیسه شن‌هایی که من از زندگیم حذف کردم در ارتباط با آدم‌ها ارتباطات اشتباهی بود که من بعضا با آدم داشتم و مخصوصا در ارتباط با جنس مخالف. من مجردم و پارتنری ندارم
و طبعا نیاز به ارتباط با جنس مخالف داشتم و دارم. اما چند سال پیش به هر جنس مخالفی که برمیخوردم که به هر دلیلی منو جذب می‌کرد، من شروع می‌کردم باهاش ارتباط صمیمی و عمیق عاطفی برقرار. این یکی دیگه از کیسه شن‌های بسیار سنگین و خطرناک زندگی من است، به خاطری که 100% شما تجربهشو داشتید و دارید و میدونید وقتی که با یه آدمی ارتباط عاطفی و عمیق و صمیمی برقرار بکنید، تمام ذهن و فکر شما رو درگیر می‌کنه. انرژی شما رو در طول روز به شدت به خودش مشغول میکنه و انرژی خوار هستن اصطلاحاً این آدم‌ها و تو میخوای به هر دری بزنی تا اون آدم رو نگه بداری، چون نیاز داری به ارتباط و اون در واقع رابطه. اما داری در قبال یه ارتباط اشتباه کلی بها میدی، کلی تمرکزت، فکرت، انرژی مثبتت و ذهنت و ذهنیتت و درونت همه رو مشغول خودش کرده و گیر انداخته. این همون کیسه شن سنگینی است که باید بندازش و من انداختمش و حذفش کردم و جالبه به صورت شگفت انگیزی در عرض چند روز احساس آزادی می‌کردم. یک رابطه اشتباه، یادتون باشه، یک زندان بزرگی است که تو رو اسیر خودش میکنه و کل زندگی کاری و شخصی تو رو درگیر خودش میکنه و گیر میندازه و زمین گیر میکنه. این همون کیسه شن بسیار سنگینی است که باید یاد بگیری بندازش. پس این یکی دیگه از تجربه های زیستی من در ارتباط با انداختن کیسه شن، در ارتباط با رابطه اشتباه با آدم. بگیرید و بذارید من بهتون بگم کیسه شن دیگه‌ای که من انداختم کارهای اضافه و بیهوده‌ای بود که در زندگی شخصی و کاری خودم انجام دادم. مطمئناً در دنیای پر سر و صدا و شلوغ این روزی لیست بسیار بلند بالایی ما از خواسته ها و نیازها و آرزوها برای خودمان درست میکنیم و بی نهایت کار براش تعریف میکنیم و این باعث میشه که ما پراکندگی ذهنی بسیار زیادی داشته باشیم و تمرکز لازم روی کاری که باید انجام بدیم یا اولویت ها رو نداریم. بنابراین اینجا باید یاد بگیریم که تعداد زیادی از اون خواسته های بیهوده و بیخود رو حذف بکنیم. اونها همون کیسه شن‌هایی هستن که تمام زندگی و وجود ما و ذهن ما و فکر ما و زمان ما رو زمین گیر کردن و به خودشون اختصاص دادن. همینجا بذارید نکته بسیار جالبی بهتون بگم و یه درس بزرگی که خودم یاد گرفتم از یک باغبون. یه باغبون میگفت که یه باغبون حرفه‌ای هیچ وقت به یک باغ چیزی رو اضافه نمی‌کنه، در صورتی که 80 و 90% کار یه باغبون حرفه‌ای هرس کردن و حذف کردن اضافات، علف‌ها، شاخه‌های اضافه درختان و شاخه‌های آفت زده مرتب در حال بریدن و حذف کردن. اون داره به یه چیزی اشاره میکنه و اون به نوع دیگه داره میگه که ما یه تعداد زیادی کیسه شن اضافی در زندگی داریم. اشکال کار ما این هست که به جای اینکه به کیسه شن‌ها بپردازیم، اونها رو بشناسیم و به موقع اونها رو در واقع حذف بکنیم، موکول میکنیم این داستان رو به بعد و روز به روز داره کیسه شن‌های ما بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. همین الان بلافاصله در حالی که داری ویدیو رو می‌بینی، قلم و کاغذ بردار و شروع کن در مورد کیسه شن‌های اضافی زندگی بنویس. هر آنچه که به ذهنت برسه، اگر یک رابطه است، اگر دوستی با یه انسان اشتباه است، اگر همکاری با یه انسان اشتباه است و یا هر چیز دیگه. بعضی وقتا حتی کاری که ما میکنیم یا شغلی که در اون هستیم کیسه شن اضافی است، به خاطری که ما اونقدر توانایی داریم که میتونیم یه کار دیگه ای بکنیم
یا یه شغل دیگری داشته باشیم و خیلی بهتر و در واقع آسوده‌تر و خیلی رهاتر زندگی کنیم. اون کار کارمندی، اون کاری که تو داری برای دیگری میکنی یا کار اشتباهی که حتی دوستش نداری، اون کیسه شن اضافه است. اون کیسه شنیه که تمام زندگی تو رو فلج کرده و تو و زندگیت و آزادیت و لذتت رو زمینگیری کرده. تمام اون بالون خوشبختی و حال دل خوبت رو زمینگیری کرده. این کیسه شن رو باید بندازی و حذفش بکنی تا راحت‌تر زندگی بکنی و با حال دل خوبتر زندگی بکنی. بعضی کیسه شن ها خیلی ریزن اما دردناکن عین سر سوزن و بعضی کیسه شن ها بزرگن. بعضی وقتها این کیسه شن ها مربوط به آسیب هایی است که از دوران کودکی دیدیم، هنوز داریم حملش میکنیم و نرفتیم اونها رو بشناسیم و حلش بکنیم و در واقع بیرون بیاریم، مسئله رو حل بکنیم و راحت‌تر زندگی کنیم. پس کلی آسیب های بزرگ در زندگی ما هستن که اونها کیسه شن های بسیار وحشتناک و سنگینی هستن که ما رو زمینگیر کردن. باید بری بشناسیش. اگر نمیتونی پیداش بکنی، از طریق مشاوره و روانشناسا و راهنماهای متخصص کمک بگیر. میدونی یکی دیگه از کیسه شن‌های بسیار وحشتناک و سنگینی که زندگی ما رو زمینگیر کرده و فلج کرده و حالمون بده چیه؟ فضای مجازی، اینستاگرام، نمیدونم هر آنچه که تو صبح تا شب داری توی این گوشی‌ها میچرخی و ذهن و فکر و روح و انرژی رو عین یک کیسه شن سنگین داری حمل میکنی و اون باعث شده تو زمینگیر بشی. یادتون باشه یکی از بزرگترین کیسه شن‌های امروزه و جهان مدرن همین فضای مجازی است که باید حذفش بکنی و باید اون رو در واقع ببری و بندازیش کنار، به خاطری که انسان با زندگی در فضای واقعی و در محیط واقعی لذت میبره و حال دلش خوب میشه. یکی دیگه از کیسه شن‌های بسیار بسیار سنگین و مهم زندگی که باید حذفش بکنی اینه که تو فکر میکنی دیگران بهتر از تو هن و این نظر و این دیدگاه باعث میشه تو هیچ وقت آسوده نباشی و همش دائم داشته باشی خودت رو مقایسه بکنی با دیگرانی که پول بیشتر یا ماشین بهتر یا خونه بهتر دارن و تو حال دلت بد باشه. این مقایسه که دیگه از کیسه شن‌هایی است که باید ببریش و بندازیش دور. و یکی دیگه از مهمترین کیسه شن‌هایی که باید از زندگی حذفش بکنی این فکر و این نظر هست که تنها راه موفقیت در زندگی داشتن پوله، داشتن ثروت و خونه یا ماشین خیلی آنچنانیه. این هم یکی دیگه از کیسه شن‌هایی است که باید حذفش بکنی و بندازیش دور. من فرهادم و اینجا کانال سینما و زندگی است. کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله کنارش رو فعال کن، چون بی نهایت ویدیو راجع به این موضوعات داریم و موضوعات بسیار جذابی که تا الان بعید بدون کسی راجبش صحبت کرده باشه. منتظر کامنتات راجع به ویدیوی کیسه شن و بالون زندگیت هستم. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی. دوست دارم.